سلام بر شما. این هفته در آفساید تسونامی ترس در نظام ولایت. این هفته و بعد از شروع کار دولت جدید آمریکا همه نقشه ها و حساب کتاب های نظام یک بار دیگه زیر علامت سوال رفت. همه مهرهای نظام خیلی زود متوجه شدند که پدیده های نوعی توی راهه. ماجرای دونالد ترامپ خیلی جالب شده و هر روز منتظر یک پدیده نوعی هستیم در آمریکا و البته این پدیده های نو خیلی جالبه که در اولین قدم راجع به ایران داره اتفاق میفته. آقای ترامپ داره به وعده هاش عمل میکنه. در نخستین امضاهایی که با خودنویس ریاست جمهوریش انجام داده صدور ویزا برای ایران و چند کشور دیگر رو ممنوع اعلام کرده. پر واضحه که این تصمیم دولت شیخ فری رو دچار چالش جدی کرده، چون این همون دولتیه که سالها به این افتخار میکرد که ما همونیم که تونستیم آمریکا رو پای میز مذاکره بیاریم و از آمریکا امتیاز گرفتیم و به خاطر همین همه خبرنگارا میکروفون ها رو در آوردن که شما چیکار میخواید بکنید؟ کار غیر قانونی، غیر انسانی و ضد حقوق بشری که انجام گرفته حتما در مجامع بین المللی علیه این کار موضع‌گیری خواهیم کرد و در واقع یک بار دیگه حقوق بشری که آمریکایی‌ها تعریف میکنن سعی میکنیم که این حقوق بشر حتما در دنیا در مجامع بین المللی مورد بازشکافی و مورد بررسی قرار بدیم. که پس تا اینجای کار میخوان خیلی اقدامات مهمی انجام بدن، میخوان موضع‌گیری کنن و حقوق بشر رو بررسی کنن. فقط این حقوق بشر مگه مال غربی‌ها نبود؟ این حقوق بشری که گفته بودن قبلا اصلا اهمیتی نمیدن و قبول ندارن و مگه این حرفا نبود؟ رئیس دستگاه قضا در واکنش به قطعنامه‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه ایران تاکید کرد که نسخه حقوق بشری غرب برای ما قابل قبول نیست و اونها نمیتونن برای ما تعیین تکلیف بکنن. اینا خیال میکنن برای ما اهمیتی داره. اصلا شما کی هستید؟ کی گفته اصلا شماها برای ما نسخه بنویسید حقوق بشر را؟ بر چه اساسی می‌نویسید؟ حالا یه زمانی یه چیزی گفتن درباره حقوق بشر، ولی زمانی که عوض میشه همون حقوق بشر غیر قابل قبول میتونه مورد استفاده پیدا کنه. استفادهش هم اینه که همین حکومتی که رکورددار نقض حقوق بشر هست میخواد در برابر این اقدام ضد حقوق بشری موضع بگیره. حالا چه موضعی قرار بگیره؟ و در چارچوب اختیار خودمونم ویزا امر حاکمیتی ماست. هر کاری اونها کردن اصولا سیاست ما در رابطه با ویزا، لغو ویزا، تسهیلات ویزا، محدودیت ویزا همیشه مقابله به مثل. مقابله به مثل میکنید بعد چی میشه؟ آمریکا عقب نشینی میکنه؟ وقتی میکنین این اقدام روی تصمیم آمریکایی تاثیر داشته باشه؟ حالا ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. آها، فقط انجام وظیفه است. حالا اگر ویزا لغو کنن مقابله به مثل میکنن، ولی اگر یک مقداری بیشتر پیش برن و اقدامات دیگه هم بکنن چی؟ ترامپ مواضع مختلفی رو در موضوعات مختلف مطرح کرده. یکیش برجامه، یادمون نره یکیش در مورد سوریه بود. الان مواضعش نسبت به سوریه داره یه خورده عوض میشه، یعنی صحبت از منطقه امن میکنه که این عملاً علیه دولت مرکزیه کنه و مدیریت تعارض میکنه با ما در این صحنه و احتمالاً هم این تعارض ها ادامه خواهد داشت. بله. این هنوز از نتایج سحر است. بله، سالی که نکوست از بهارش پیداست، از روز اول. حالا اینکه این سال واقعا نکو باشه یا نه دیگه ما نمیدونیم. یه قلم سر همین داستان لغو ویزا بعضیا نوشتن که با این کار ترامپ اون جشن خرید ایرباس روحانی رو به عزا تبدیل کرد و نوشتن که اینا ایرباس نو خریده بودن برن به بچه هاشون تو آمریکا سر بزنن، ولی حالا خب واکنش واقعی تر رو باید توی نماز جمعه دنبال کرد. اینجا میبینید که وقتی فشار جدی باشه دیگه خبری از شیطان بزرگ و شیطان اکبر اینا نیست. ببینید چه احترامی میذاره. آقای ترامپ، شما با شعار خدمت به مردم آمریکا و احیاء کشورتون ترمیم خرابی‌های جامونده از حکومت‌های قبلی، نجات مردم آمریکا از فقر و گرسنگی و فلاکت به کاخ سفید قدم نهاده اید. شما وارث کشوری
فقیر گرسنه هستید. اینجوری که این میگه آدم فکر میکنه ترامپ رئیس جمهور بورکینافاسو شده. حالا ادامه‌اش هم جالبه. به وعده هاتون عمل کنید، مبادا خناسا عزم شما را تغییر دهند. بدانید عمل به این وعده ها در متن دین مقدس اسلام است. یعنی دیگه بیشتر از این نمیتونست برای ترامپ انگیزه ایجاد کنه که به وعده‌اش عمل کنه. اما مهمتر از همه جواب اون حاضرین به تعریفای این یارو از ترامپه. دولت‌های قبلی با جنگ افروزی سرمایه و بودجه کشور آمریکا را به باد دادند. راهتون را از اونها جدا سازید. البته کار بسیار سخت است. اینا رو هر کارش میکنی 38 سالی که نمیتونن این هوا رو عوض کنن. همینه که هست. مرگ بر آمریکا. پس سوال مهم اینه که پس این همه سال قدم زدن با جان کری و اینا بالاخره به کجا رسید؟ جریانی در کشور ما و حتی در بیرون از کشور ما حرفشون این بود که دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بازتاب رفتارهای خود جمهوری اسلامی است در حوزه سیاست خارجی به خصوص. خب ما الان 3-4 ساله که رفتارمون تغییر کرده، یک شهروند رام و سربزیر و نجیب شدیم، رابطه برقرار کردیم، تلفنی، حضوری، سر سفره شام و امثال اینها. چرا باز این اتفاقات سر میزنه از طرف آمریکا؟ اینکه چرا این اتفاق رخ میده که دیگه سوال مهمی نیست، چون رخ داده. سوال مهمتر در این طرفه که بالاخره نظام میخواد چی کار بکنه. از اونجایی که نمایش انتخابات ریاست جمهوری داره نزدیک میشه، باندهای نظام هم دارن از این شرایط برای خودشون ماهی میگیرن. مثلا یکی از دلواپس‌ها این سوال رو مطرح کرده که سوال بزرگ اکنون این است: آیا روحانی حریف مناسبی برای ترامپ است؟ اما مشکل بزرگتر اینه که دیگه کسی توی نظام نمونده، نه از این جناح نه از اون جناح، که بخواد کشتی ولایت رو نجات بده. دیگه نه رفسنجانی وجود داره و نه دیگه جایی برای احمدی نژاد باقی مونده. به قول یکی از رسانه‌های دلواپسان، وقتی هر آنچه که به عنوان خصوصیات احمدی نژاد شناخته میشد با قدرت هرچه تمامتر به عنوان نقطه ضعف معرفی شد، به این ترتیب انقلاب ضربه‌ای مهلک خورد و مسیر خود را گم کرد و دچار بلا تکلیفی عمیقی شد که تا امروز هم ادامه دارد و بسیجیان دیگر اساساً نمی‌دانند دنبال چه کسی به عنوان رئیس جمهور بگردند. با این حساب فقط ما میتونیم برای سال 2017 همین جمله رو تکرار کنیم و بگیم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. خدا نگهدارتون.